تلخ‌ترین تجربه کاریتون تو طی همه این سالا؟ تلخ‌ترین چیزی که شب روز صبح ظهر منو آزار میده اینه که صنعت کشاورزی ما داره محصول سمی و سارای فلزات سنگین به خورد مردم میده. هیچ کس جرأتش نداره صداش در بیاد. 100 بار من به همکاران شما، به همکاران صدا و سیما، البته در شبکه خبر که من دعوت کرده بودن، گفتم خواهش ازتون میکنم بیاید یه گزارش در این خصوص جمع کنیم. بارها و بارها از جاهای مختلف من گفتن ساکت شو وگرنه تشویش اذهان عمومی برات پرونده. ببینید این اسمش تشویش اذهان عمومی نیست، بیان حقیقت. من الان امشب با افتخار عرض میکنم که عضوی از خانواده سرطانی کشورم. سرطان از کجا میاد؟ از آلودگی هوا میاد، از فلان میاد، یکیش هم از خوراکی هایی که ما میخوریم میاد. چرا نظارتی نیست؟ چرا شما الان فردا بیا برو یه گلخونه اجاره کن، یه مزرعه اجاره کن، تولید کن. اگر کسی اومد به شما بگه چه کار داری میکنی، به یه آدم دلسوزی که داره میخواد بگه بابا دارید غذای ناسالم میدید مردم، میگن خفه شد تو تشویش اذهان عمومی هستی، ولی به اونی که داره کرون همینجوری دارو میخوره به خورد مردم میگن آفرین تو تامین کننده خوبی هستی. خاطره ای از این موضوع ندارین؟ خاطره این که من به عنوان مشاور خب میرم گلخونه های مختلف، گلخونه دارم، خب خیلی وقتا مثلا گلخونهشون رو اجاره میدن یا مشارکت میدن، حالا چه به ایرانی چه به اتباع فرقی نمیکنه. من توی گلخونه خیار رفتم و خب چون میدونم، ببینید خیار یک محصولیه که هر روز باید برداشت بشه، یا یه رو در میون یا هر روز برداشت میشه. آفت هم یک به حساب درگیری ناگزیره تو صنعت گلخونه، آفت میاد. خب ما دو جور سم داریم، یه سری سموم که دوره ماندگاری بسیار کمی داره، مثلا 1 روز ماندگاری داره، امروز زدی حالا رو لیبلش نوشته فردا اثرش از بین میره. اینا بسیار بسیار گرونن. گلخانه دار و که چراشو برو از وزیر جهاد بپرس، چراشو برو از اونایی که قراره ارزهای نمیدونم رانتی بدن بپرس، درست شد؟ چراشو رو برو به اون بپرس که برای غذای سگ ارز میده، برای سم بدون کارنس یا کارنس 1 روزه هیچ یارانه ای نمیده. خب بعد کشاورز میره چی میخره؟ کشاورز میره به جای اینکه این قوطی سم رو بخره 10 میلیون تومان، نیم لیتر میره یه دونه 2 لیتری 1 لیتری میخره 300,000 تومان. تفاوت اینا چیه؟ این تا 40 روز تو بدنه گیاه مثلا ماندگاره، هر آفتی بیاد همون نیش اولو بزنه مرده. حالا ببین این خیاره که ما میخوریم چیه؟ خاطره این بود که من در رفتم خیار چیدم، به صاحب گلخونه اینجوری کردم، گفتم بفرمایید، نخورد. گریه داره.